بعد از فتوای مفتی شوهر اول آمد چی می شود؟ بعد از فتوای مفتی شوهر اول آمد چی می شود؟ مثلا این مسئله به طریقی هست که مسائل مفقود، یعنی مفقود مخصوص کتاب هست در فقه اسلام. مفقود کسی هست که نابود شدگی هست، ساده کرده بگیم نابود هست، همون مرد، نه خبری مردش است نه خبری زندهش. در فقه حنفی مذهب امام اعظم رحمت الله علیه تا 90 سالگیش باید که زن او همسر او منتظر باشه، تا 90 سالگی همون مرد. مثلا که مرد اگر در 50 سالگیش نابود شده باشه، خبر زنده و مردش نباشه، زنش 40 سال دیگر باید که بیسته. 40 سال که ایستاد و شوهرش در 90 میدروید، 90 که در آمد باز عیده میپوید و بعد میتونه شکن از 90 سزنه. که این البته که در زمان ما این مسئله بسیار مشکلات دارد. حضرت امام اعظم هم یک حساب گرفتگی است که همون زن شو نکنه بیسته. خب اما در مذهب حضرت شافعی رحمت الله علیه و حضرت امام مالک رحمت الله علیه 4 سال گفتگی هستند. اما این جنجال ها و نافهمی هایی که در تاجیکستان رخ داد، نافهمی، جنگ و جنجال، البته که از بیگانه ها و دشمن ها در بین ملت پاک بزرگ تاجیک به هم جنگ انداختند و این مصیبت بلا به سر مردم آمد. بعد دوران جنگ شکایت همین از حد زیاد شد. زنهای هستند که یک کودک داره، شوهرش 5-10 ساله بیدرک. زنی هست که هم شوهر کرده بود، کودک هم نداره، تا حاضرین 6 سال یا 10 سال گذشتگی است بیدرک است. البته که اون جوان است، اون در حیات در کار زندگی میخواهد، به همین خاطر ضرورت شد. ضرورات مباح میگرداند محظورات. یعنی وقتی که ضرورت شد، فتوا مفتی جمهوری تاجیکستان با همراه شورای علمای تاجیکستان فتوا به 4 سال دادگی هستند امروز. یعنی فتوا به قول امام شافعی امام مالک هست که 4 سال شوهر بی خبر باشد، نه نامش نه نشانش نه زندهش نه مردش خبرش نباشد، میتونه که خواهرها به پیش مفتی و شورای علمای جمهوری تاجیکستان برد. در اونجا اداره فتوا هست، در همونجا فتواش میدهند، حکم طلاقش به دستش میتن، بعدا میتونه شوهر کرد. خب اینجا این سوال دادگی پرسیده است که بعد فتوا دادن مفتی مثلا شوهر کرد و یکی شوهرش با پیدا شد چی می شود؟ خب این مسئله همین خیلی است که مفتی اولا فسخ نکاح میکنند. وقتی که مثلا این خواهر یا مادر به پیش او رفت، اولا باید که نکاح او را فسخش کنند، نکاحش بیکار میکنند. بعد نکاح بیکار کردنش عیده میپوید و بعد اون شوهر دیگر میکنند. شوهر اولینه‌ای که گشت اومد دیگر حقوقی با او زندگی کردن ندارد، چون که نکاح اونها را مفتی فسخ کرد، بیکار کرد. یعنی در فسخ نکاح مفقود فتوای مفتی کافی است، فتوای مفتی کفایه است. اما سوال و جوابش همون میتونه. خب جواب این مسئله همین است. برای همین البته که در این شب و روز بی جنگ هم بی مهاجرت هم دیده می شود که بعضی از فرزندهای مسلمان زنها را گرفته پرتافته می برند میرن به ملک عروس بی خبر. بعضیش در همونجا با یک بیوه عروس میگیره زندگی میکنه، خدمتگاری همون میشه و در اینجا زنش و دخترها و بچه ها موندگی هستند. بسیار بی انصافی است، بسیار شخص ظالم است، ظالم در حق زن فرزند خودش است. از این احتیاط باشین. البته ضرورت هست، رفته برای حاصل کردن نفقه اهل عیال ضرورت است، اما بی ضرورت رفته در اونجا ایستادن پروا نکردن این گناه است، بسیار گناهی بزرگ است.